سلام چطورین؟ به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. توی این جلسه میخوایم با هم دیگه نطخونی کلید فا رو تمرین بکنیم که توی ویدیوی قبلی کلید سول رو با هم دیگه تمرین کرده بودیم و توی ویدیوی قبل ترش کلا روش‌های مختلف به حفظ کردن نوت ها رو براتون گذاشته بودم که اگر تمایل داشتید میتونید اول اون ویدیوها رو نگاه بکنید، بعد بیاین در نهایت تمرین نطخونی کلید فا رو نگاه بکنید. ما از روی کلیدها که ابتدای 5 خط حامل قرار میگیرن میتونیم اسم نوت هامون رو تشخیص بدیم و پیداشون بکنیم. به عنوان مثال توی کلید فا، به خاطر اینکه ما وقتی که داریم کلید فا رو میکشیم از خط 4 شروع میکنیم به کشیدن کلید فا، پس نوتی که روی خط 4 میومد میشد اسمش نوت فا، یعنی به اسم کلیدش میشه. یه مروری داشته باشیم روی ترتیب نوت های موسیقی. نوت هامون از دو، ره، می، فا، سول، لا، سی و دوباره دو، ره، می، فا، سول، لا، سی که یه ترتیب سیکل توری دارن، یعنی یه ترکیب دایره‌ای دارن پشت سر هم دیگه تشکیل شده که 7 تا هم بیشتر نیستن. توی تمام سازها ما همین 7 نوت رو بیشتر نداریم. ترتیب نوشتن نوت ها روی 5 خط حامل به این صورت بودش که میگفتیم روی خط، بین خط، روی خط، بین خط، روی خط، بین خط و این همینطوری ادامه پیدا میکنه تا زمانی که خطامون تموم بشن، 5 خط تموم بشه و ما بخوایم از خطهای اضافه کوچولو که این بالا یا پایین 5 خط موسیقی نوشته میشه استفاده کنیم و بقیه نوت ها رو توی اکتاف های دیگه پیانو بتونیم بنویسیم. بهتره که توی شروع یادگیری نوت ها روی 5 خط موسیقی اول نوت هایی رو یاد بگیریم که توی همین محدوده قرار میگیرن، یعنی ما اصلا تمرکزمون رو نمیذاریم روی نوت هایی که روی خطوط اضافه نوشته میشن، چون شما همین که این ترتیب روی خطوط رو که همین 5 خط هستش رو همینا اگر یاد بگیرین دیگه ناخودآگاه روی اون خطوط رو هم میتونید خیلی سریع با یه فکر کردن کوچولو تشخیص بدین و اکتاوش رو پیدا کنید، اسم نوتش رو بگین و اینکه توی کمترین زمان ممکن بتونید این کار رو انجام بدین. پس فعلا همین 5 خط رو یاد بگیرید به اضافه 2 وسط که روی یه دونه خط اضافه نوشته میشه. بقیه رو مطمئن باشید بعداً خودتون میتونید خیلی راحت یادش بگیرید. گفتیم که برای اینکه بتونیم نوت ها رو بهتر حفظ بشیم بهتره که اونا رو توی 2 تا دسته‌بندی قرار بدیم. نوت هایی که روی خط قرار دارن و نوت هایی که بین خط قرار دارن. اینجوری خیلی بهتر میتونید تمرکز بکنید و زودتر به نتیجه برسید. مثلا این تصویر رو نگاه کنید. اول من اومدم براتون نوت هایی که روی خط هستن رو نوشتم. 5 تا خط داشتم، پس میشه 5 تا نوتی که روی این 5 تا خط قرار میگیره. 5 تا خط، 5 تا روی خط. اولین نوتی که میتونم خیلی راحت روی این 5 تا خط تشخیصش بدم نوتی هستش که اومده روی خط 4 قرار گرفته. مگه نگفتیم چون کلید فا رو از خط 4 میکشیم پس نوتی که روی خط 4 میاد میشه نوت فا. خب پس ببینید خیلی راحت من الان این نوت رو تا دیدم میگم خب این که خط 4 پس میشه نوت فا. حالا بقیه نوت رو میخوام الان پیداش بکنم. یادتونه یه جمله توی 2 تا ویدیوی قبلی که این بالا براتون الان منشنش میکنم گفته بودم، میگفتیم good boy don't feel afraid. اوکی، که اول هر کدوم از این کلمه هایی که توی این جمله من الان استفاده کردم میشه اسم نوت. حالا بریم بعدی. جمله‌ای که برای نوت های بین خط کلید فا استفاده می کردیم چی بود؟ می گفتیم all cows eat grass.
اول هر کدوم از این کلمه ها میشه اسم نوتمون. کدوم نوتا؟ نوتایی که بین خط بودن. خیلی راحت میتونید با این جمله ها اسم نوتا رو پیدا کنید. حتی خودتون میتونید چیزای بامزه دیگه ای رو استفاده بکنید برای اینکه بتونید این نوتا رو حفظ کنید. خب بچه ها، توی این تمرین میخوایم ببینیم که اسم این نوتامون چی هستش. اولین نوتی که بین خط 1 و 2 قرار داره میشه نوت لا که اول جمله آلکوزه. پس دومی هم که دومین نوتی هستش که بین خطوط قرار داره، بین خط 2 و 3 که کوز واسه این میشه، پس میشه نوت 2. این یکی هم که ادامه همین جمله میشه نوت سول، یا اینکه به نسبت نوت فا اگر بخوایم پیداش بکنیم راحت تره. و آخری هم میشه نوت سی. بچه ها، نوت سی اصلا هیچ ربطی به اون جمله هایی که ما حفظ کردیم نداره، ولی شما میتونید به نسبت آخرین نوت که میشه روی خط 5 و نوت لا بود، نوت سی رو پیدا بکنید. وقتی نوت لا رو بدونید که روی خط آخره، میفهمید که خب این دیگه روی خط نیست، اومده بالاتر از خط قرار گرفته، پس بالاتر از نوت لا هستش، اسمش میشه نوت سی. دو ره می فا سول لا سی. خب پس اینجوری هم میتونید نوت سی رو پیدا بکنید. و بعدی نوت دو گفتیم نوتی هستش که مشترک بین کلید سول و کلید فا. به هر کدوم از این خطا که نزدیک تر باشه مربوط به اون کلیده میشه. توی کلید سول میشه نوت دو، توی کلید فا هم میشه نوت دو، با این تفاوت که توی کلید سول پایین 5 خط حامل میشه نوت دوی وسط پیانو و توی کلید فا بالای 5 خط حامل میشه نوت دوی وسط پیانو که روی یه دونه خط اضافه نوشته میشه. ببینید مگه این نوت اسمش نوت سی نبود که بالای 5 خط قرار گرفته بود؟ خب من اگر بخوام بقیه نوت ها رو، مگه نگفتیم که حوالی 7 نوت روی پیانو داره تکرار میشه؟ اگه بخوام شروع کنم دوباره از نوت دو گفتن، خطی ندارم که بخوام بنویسم، پس مجبور میشم که از خطهای اضافه استفاده بکنم که بقیه نوت ها رو توش بنویسم. اینجاست که اون خط اضافه میاد وسط. بقیه نوتایی که اینجا نوشتم رو این دفعه بهتون 30 ثانیه وقت میدم شما اسم نوت ها رو بنویسید. مطمئنم که خیلی از نوت ها رو درست تونستین تشخیص بدین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتین حتما توی کامنت ها برای من بنویسین و اگر شما هم روش دیگه حفظ نوت رو بلد بودید حتما توی کامنت ها بنویسید که بقیه بچه ها بتونن از روش شما استفاده بکنن. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.